سلام علیکم، خسته نباشید. من محسن هستم، از ایران باهاتون تماس میگیرم. قصدم از این مزاحمت این بود که واقعا از شما تک تک دستاندرکارانی که تو این شبکه رساله حق دارن زحمت میکشن ازشون یکی یکی تقدیر و تشکر کنم. واقعا خیلی برنامه آموزنده و برنامه توحیدی هستش. واقعا از همتون سپاسگزارم. یکی دو کلمه در مورد این بحثایی که امروزه داره تو برنامه ها تو ایران، تو کشورهای دیگه، تو اهل سنت، تو شیعه اتفاق میفته. من خودم درست شیعه‌ام، ولی خب با این حال یعنی واقعیت اونقدر به حرفای این آخونده رافضی، آخونده شیعه گوش کرده بود. یعنی چی بگم؟ یعنی برعکس من یه آدم، چجوری بهتون بگم، یعنی کلا سر تا پا گناه از سر و صورتم داشت میریخت. یعنی اونقدر گناه، زنا، یعنی فرق و گناه و زنا شده بودم. ولی از وقتی که یکی دو سالی از این برنامه‌های شما رو دارم نگاه میکنم، واقعا پی به این بردم که یعنی انسان واقعی کیه؟ انسان واقعی شما هستین، اهل سنت، نه ما شیعه. البته من خودم قاطی اینا نمی‌کنم. از وقتی که برنامه‌های شما رو دیدم، من واقعا پی به این بردم که انسان واقعی یعنی چه، طعم یک انسان واقعی رو دارم میچشم. چون واقعیت اینه که انسانیت یعنی چی. ولی اینا نمیدونم، یک واژه‌ای هست به نام خجالت. نمیدونم به گوش این آخوندهای رافضی خورده یا نه. واقعا باید خجالت بکشن از این اعمالشون، از این رفتارشون، از این دروغ‌هایی که دارن پی در پی پشت سر هم دارن میگن. مردم و انسان‌ها رو دارن از دینشون خارج میکنن. بابا ما انسانیم، ما هم انسانیم، ما هم، یعنی خدا ما رو آفریده. یعنی اینا به فکر اونجانا نیستن. پس این قرآن برای چیه؟ این کتاب الهیه، کتاب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلمه. چرا باید اینو انکار کنن؟ چرا واقعیت رو به ما نگن؟ فقط به خاطر اینکه جیب خودشون پر بشه اینا رو دارن تو گوش ما فرو میکنن. ما اون دنیا جواب خدا رو چی میخوایم بدیم؟ حالا ما هیچ، اینا خودشون میخوایم اون دنیا جواب خدا رو چی بدن؟ میخوان از کی کمک بگیرن؟ تو صحرای محشر میخوان چیکار کنن؟ به اون فکر نمیکنن؟ من واقعا متاسفم واسه اینجور آدما. من الان واقعا دارم این طعم یک انسان واقعی دارم میچشم به لطف شما، به لطف برنامه جهانی وصال حق. واقعا از شما هم ممنونم. انشالله که خدا شما رو دوست بداره. واقعا من دیگه نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. انشالله که خدا به همراهتون باشه و سایه خودش از بالا سر شما ور نداره. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا حافظ.